اینا چی؟ میرپوا؟ اینها سوفریتو در آشپزی ایتالیایی به اون گفته میشه. میرپوا تفاوتی که با این داره، اون تو آشپزی فرانسوی استفاده میشه و کمی درشت‌تره. بدون تفت دادن معمولا استفاده میشه یا کمتر تفت داده میشه. از اون برای زدن سوپ ها، خورشت ها و امثال اینجور چیزها استفاده میشه. اما توی سوفریتو ما برای غذاهای ایتالیایی استفادهش میکنیم. غذاهای ایتالیایی مثل سس پومودوره، سس مارینارا، راگوی گوشت، بولونزه و امثال اینها. توی سوفریتوهایی که ما داریم معمولا اونها رو با روغن زیتون فرابکر تفتشون می‌کنیم به مدت طولانی با حرارت ملایم بین 160 تا 190 درجه سانتیگراد که بتونیم اون رو از لحاظ طعم و از لحاظ عطر غنی‌تر و قوی‌تر تحویل بدیم. اما توی میرپوا ما میبایستی که اونها رو کمتر تفت بدیم یا اغلب البته به صورت خواب استفادهش میکنن که برای سوپ ها و خورشت ها مناسب تره. اما خب همونجور که بهتون گفتم اینها برای ریزوتوها، برای برونزه و برای امثال اینها چون تفت بیشتری میخوره و طعم عمیق‌تری داره گزینه بهتری خواهد بود. توی آشپزی فرانسوی که ما از میرپوا استفاده میکنیم خب سیر از میان حذف میشه و توی اون کرفس، پیاز و هویج داریم. با یک تفاوت دیگه هم توی میرپوا داریم. هویج در میرپوا زمانی که ریز میشه که درشت‌تر هم هست میبایستی 2 برابر پیاز و کرفس باشه. اما در زمانی که سوفریتو استفاده میکنیم سیر به داستان ما اضافه میشه 1 و 2 پیاز میزانش بیشتر میتونه باشه. هرچند که بعضی از دوستان میتونن به اونها جعفری هم اضافه بکنن برای زمانی که دارن سوفریتو درست میکنن برای آشپزی ایتالیاییشون. توی سوفریتو شما دستتون توی یه سری جاها بازتر. به طور مثال شما میتونید از بیکن ایرلندی یا پانکتا که گوشت بیکن خوک هستش استفاده بکنید یا حتی بیکن یا سوسیس ایتالیایی. میتونید از اینها هم استفاده بکنید. اما داخل میرپوا هم که خبرهایی نیست. یه جورایی شسته رفته تره. حالا اگر خواستیم یه سس خیلی ساده مثل وایت سس رو درست بکنیم، به نظر شما باید کدوم استفاده کنیم؟ میرپوا یا سوفریتو؟ قطعا میرپوا، چون ما میخوایم کمتر تفتش بدیم، طعم شیرین‌تر و ملایم‌تری داشته باشیم و نمیخوایم قطعا طعم سبزیجات روی طعم خامه‌ای و کریمی ما تاثیر زیادی بذاره. پس چطور شد؟ اگر خواستیم سوپ، وایت سس و امثال اینها رو درست بکنیم یا خورشت‌ها رو از میرپوا استفاده می‌کنیم. اما زمانی که خواستیم برونزه، ریزوتو، برای پاستامون گوشتی رو بپزیم و امثال اینجور چیزها و مارینارا و پومودورو و امثال اینها از سوفریتو استفاده می‌کنیم.